به من بگویید که به اهل سنت و الجماعت کی امنیت داده شده بود؟ کی به اهل سنت امنیت داده شده بود که این امنیت مطلوب میتیم دهنت به اومدگی را بگو، هر چیزی که در مذهبت است بگو، حق بگو، قرآن و سنت و مذهب سلف بگو. من به یک تاریخ بیو بعد از سلف صالح، زمان سلف صالح هم احمد ابن حنبل، ابو حنیفه و این علما را میدونید. تا این زمان بعد از صحابه، بعد از تابعین، علما غریب شدن شروع کرد. کی به علمای اهل سنت امنیت کامل و پره داده شد که دین را بدون یگان ممانعت و ضدیت 100% رسانند، بدون فتنه و تحقیر، بدون ترمه و دشنام و قتل؟ مگر ابن تیمیه رحمه الله امنیتشون در زیر خطر نبود؟ 8 مراتب به درون ترمه انداختند، در درون ترمه وفات کردند. چرا ابن تیمیه به ما منت نکردند؟ چرا ابن تیمیه نگفتند که امنیت هم خوب نیست، بیا زندگی کن؟ حق گفتند. چرا ابن تیمیه مسئله را 50 به 50 گفتی روسا 50 نه 50 50 به 50 نکرد؟ به مانند امروزه علما که امنیت خراب است گفتن مسئله را 80% بیان میکنند، 20% بیان نمیکنند، تیز پرک ها به وجود میاد، خون تیزهای بی ادب به وجود میاد. از سبب چی به وجود میاد؟ از سبب کامل بیان نکردن مسئله تا آخر. والله حق ظاهر نمیشه. تو وقتی که الله در بالای عرش گفتی، تو باید بگویی که کسی که این انکار کنه کافر است. لیکن فقط گفتی که الله در بالای عرش است، لیکن من دیگه گپ نمیزنم، دومش بگفتی، تو نامعقول کردی. تو دعوت منهج رسول الله نیست. در همه مسئله تا آخر باید صحبت کرد. سبب تمام علمایی که عذاب کشیدند، به سرشون فتنه اومد، به خاطر چی بود؟ شما اگر فکر کنید به خاطر پول، زن، فرزند نبود، به خاطر اینکه مسئله تو آخرش بیان کرد. ابن تیمیه را یک بار به خاطر 3 طلاقه که گفتن که 3 طلاق 1 طلاق است برده ترمه کرد. ابن تیمیه میتونستن که بگن که مسئله اجتهادی فقهی است، من باب مصلحه و مفسده و امنیت امروزه امنیت به درست نیست، بیا همین 3 طلاق را 3 طلاق یا سکوت میکنیم. نگفتن حق. ابن تیمیه رحمه الله گفتن امروز دلیل های ذکر کردن، امروز یگان عالم طالب علم نیست مگر میگردد به ابن تیمیه و ابن قیم الجوزی، الله رحمتش کند، که خودش فدا کرد تو که دیگر اهل سنت زنده باشند. در حقیقت علمای سلف و علمای مجتهدین و علمای متقدمین و صادقین و متأخرین و صادقین خودشون را فدا کردند تا که من و تو حق فهمیم، تا که من و تو نگوییم که کنی نیست، کی گفت نیست که نگوییم. محمد ابن عبدالوهاب امنیتم خراب میگفت و میگشت، شرایط وزمین است و امنیتم خراب است میگفت و میگشت. ابن تیمیه 6 بار ترمه شدم، دیگر ترمه نشوم، زن ندارم، فرزند ندارم، خیر یک زن گیرم میگفت. ابن قیم و ابن کثیر ترمه نشوم میگفت. ابن جریر تبری تنها نمانم میگفت. ابن بطه در حولی خواهرم تنها به جنازه گورانیده نشوم میگفت. امام بخاری تنها در خانه 4 سال بیکس نمورم میگفت. امروز حق به ما کی میرسون؟ برای همین انکنون من سخن شیخ الاسلام رو فهمیدم. چندین سال پیش خوندم شیخ الاسلام میگه اگر من ساکت بمانم و تو ساکت بمانی از بیان حق، پس چی کسی میخواهد که این جاهلانی که خود را مسلمان و امت اسلام میگه اینها را راهنمایی به سوی حق بکن؟ من طالب علم 10 سال خونده بود، من لقب طالب علم و عالم گفته را عالم گرفته، بعد از این لقب گرفتن امنیت گفتم، مسئله را تا آخر نگفته روم،
حق بیان نکنم، کی میگوید حق بیان؟ اکنون میفهمم که ابن تیمیه جیگراش خون شده این سخن را گفته است رحمه الله. بیچاره نه زن گرفت نه فرزند داشت، عمرش به اسلام صرف کرد، در درون ترمه 81 مراتب قرآن را ختم، در حالت ختم کردن و تفسیر کردن آیت این للمتقین مفازه، این آیت را خواندند و سرشون غلطید. ابن کثیر دیدن که شیخ رحمه الله وفات کرده است و این سخن را ابن کثیر رحمه الله در تاریخ البدایه و النهایه ذکر میکند که ما همراه شیخمان در ترمه بودیم، 81 مراتب تفسیر قرآن را می بردیم که شیخ در بالای این آیت وفات کرده. خودش بخشید، حق گفت، شیش حیاتش بخشید، اما در آخرت زنده هست و در این دنیا هم همه موحدین رحمه الله میگن بجز برای همین میگن که بجز منافقین، بجز کذابین دیگر کسی ابن تیمیه رحمه الله را بد نمیبینه. امروزه خوارج‌هایی که برآمده است بین علما طعنه میزنند، اینا یک منافقی شوجه کذاب زندیق است.